Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inaq masalai düyumi imkoni sinfida algebra hal qilsa, tajamaga یک نقطه و فرمولای xt برابر t کub جمع 6t kvadrat تر 3t تر 2 harakat qilsa, باید که شتاب شه در نقطه 4 ثانیه بیوه چند میشه. دوستان عزیز، پیش از همه فرمولای سرعت بگیم. برابر چی؟ فرمولای میانه سرعت برابر با ds dt، یعنی که st plus یگان دلتا t minus st تقسیم دلتا t. وقتی که دلتا t стремится к нулю بگیم. یعنی که ای باشه فرمولا وقتی که دلتا t با 0 مایل کنه، این برابر میشه با s شتری خط. یعنی سرعت ما را برابر با راهی طی شده. یعنی که با همون قانونی که میروه در این حالت ما x ایت، یعنی که سرعت ما برابر شد 3t kvadrat جمع 12t در 3. اکنون شتاب چیست؟ شتاب باشه تغییریابی سرعت در واحد وقت میگن. مثلا vt plus delta t minus vt تقسیم دلتا t. اگر که دلتا t ما با 0 مایل کنه، ای چیز برابری v شتریخ ایت میشه. یعنی که شتاب برابر شده v شتریخ t که برابر با 3t kvadrat جمع 12t در 3. ای را اگر حاصله گیریم 6t جمع 12. اما باید که شتابه در 4 سکون بیایم. 6 ضرب 4 جمع 12 برابر 36 متر.